من دیگه به شما که نمیبازم آقا، اینو نگو به خدا. الان داری میبازی من دیگه. 50 سال دیگه به شما نمیبازم. یه چیزی بگو که جور در بیاد. جور در میاد. چرا من باید به شما ببازم؟ مراکش جام قبلی چهارم شد. خب چه ربطی داره بشه؟ پس چی ربط داره به کره فوتبال؟ جنوبی هم چند سال آقا پیش چهارم پس چی ربط شد. داره به فوتبال؟ اون بلنده، هیچی ربط نداره. 4 سال کره جنوبی هم چهارم شده تو فوتبال دنیا. چه ربطی داره؟ پول دادن چهارم کردن کره رو. کره رو پول دادن چهارم کردن. شما تفسیر من به اندازه تو فوتبال نمیفهمم. منم نمیفهمی. اما لباس گزارشتو بکن. من فقط دنبال این بحث کنی. بازیتو بکن. من فوتبال بازی کن. خب من برنامه فوتبالیه. منم مجری فوتبالیم. مجری بکن، کارشناسی نکن. کارشناسی نمیکنم، دارم به عنوان سوال ازت میپرسم چرا مراکش چهارم شد جام قبلی؟ چرا معذرا؟ نه آخه نمیشه که، باید درست جواب بدی. درست جواب بدم، اصلا جواب نمیدم. کارشناس محترم باید دقیق الان جواب بدی. شدم کارشناس محترم. ول کن بابا. یه دقیقه با شما اصلا فایده نداره آدم بحث کنه.